شعله های آتش. سری و جن. درسته من دوست دارم یکی عاشقم بشه، اما نمیخوام یه مرد به بهونه عشق منو به قتل برسونه. برای همین این پیکو به افتخار خودم بلند میکنم برای اون سری از مردا که کت شلوار میپوشن و همه فکر میکنن آدم حسابین. همون مردایی که همیشه بعد از همه این کارا اومدن اینجا و با گریه التماس گفتن همه این کارا از روی عشق بوده و ما اونا رو بخشیدیم، اما میدونیم که این کارا رو تکرار خواهند کرد و مردایی که ما بهشون اجازه میدیم به این کاراشون ادامه بدن. این پیکو میخورم برای روزی که این مردا هم تاوان کاراشون رو پس بدن. چلبی خان، همراه ما میایین. فقط این دفعه به این راحتی ها بر نمیگردین خونه. نکن، مقاومت نکن لطفاً. حالا چی کار کنی؟ چی کار کنی؟ شاید داره نفس میکشه. آمبولانس پلیس، باید به پلیس زنگ بزنی. من میرم به پلیس زنگ میزنم. نه نمیتونی به پلیس زنگ بزنی. نباید زنگ بزنی. نباید به پلیس خبر بدی. نه چیچک نه. من درستش میکنم. چطوری میخوای درستش کنی؟ طرف مرده. میبرمش. باشه من از اینجا میبرمش. نمیشه، با از اینجا بیرون بردن هیچ چیز درست نمیشه. باید یه کاری بکنی. طرف مرده. باشه ببین، باشه حله. ما که کاری نکردیم. باید به پلیس زنگ بزنیم. ما کاری نکردیم. ببین اون به من حمله کرد، تو اومدی منو نجات دادی. ما کاری نکردیم، از خودمون دفاع کردیم دیگه. نمیتونیم. من همین دیروز اونو دزدیدم. اگه پلیس بفهمه این موضوع رو کسی نمیدونه. چلبی اما اون داداشته هیچ وقت تو رو لو نمیده. اون قدیما بود، الان دیگه اوضاع عوض شده. الان چلبی هر کاری بخواد میکنه. نه چیچک
من حلش میکنم. آروم باش آروم باش. چیچک به من نگاه کن. منو ببین منو ببین منو ببین. میگم منو ببین. باشه به من نگاه کن. به اون نگاه نکن. به من نگاه کن. خب آروم باش چیچک. من حلش میکنم. آروم باش چیچک. آروم باش. تو رو خدا آروم باش چیچک. من حلش میکنم. بیا بریم چیچک. آروم باش. تو رو خدا آروم باش. برو خونه چیچک. خب برو خونه چیچک. آروم باش. برو خونه. برای چی دستگیرتون کردن؟ خانم آوردن. باشه شما حداقل یکی بگید. میشه به ما توضیح بدید؟ یه توضیح بدید. لطفا شما به ما یه توضیح بدید. چی شده؟ به خدا ما هم چیزی نمیدونیم. با عجله اومدم بردنشون. حد میزنین چرا دستگیرشون کردن؟ به خاطر قاچاق آثار تاریخی. فکر کنم زمانی که پست فرمانداری رو داشتن آثار تاریخی رو از مناطق مختلف کشور در می آوردن و یه سری قاچاقچی اونا رو به خارج از کشور انتقال می دادن. فعلا در حد یه احتماله. همونطور که گفتم باید ببینیم نتیجه چی میشه. اگه سوال دیگه ای ندارین من برم داخل ببینم موضوع چیه، بعد با شما در میون میذارم. ممنونم جمره خانم. وقتی اومدیم بیرون بیشتر برامون توضیح بدید. ممنونم. خسته نباشید. واقعا زن فوق‌العاده‌ایه. چی فکر کردین اوزان؟ نیازی به این کارا بود؟ کدوم کارا؟ دستبند و این کارا. با مجرما این کارو میکنیم. کاملا عادیه. اون چرا اینجاست؟ ساکت. آثار تاریخی رو پیدا کردم. گفتم ساکت. لال شو. فوراً بیاین اینجا. دارم میگم پلیسا دستگیرشون کرده. میخواد وکیلاشو بریزه اینجا. هر کی رو میخوان بیارن. نمیتونن خودشونو نجات بدن. رویا معلومم نیست این کاراش حساب کتاب نداره. اگه بازم بتونه قصر در بره دیگه واقعا نمیتونه. از اون هر کاری برمیاد. چی شده داداش؟ ها؟ هیچی. هنوز دارن ازش بازجویی میکنن. جمره از تو هم بازجویی میکنن. دوبله شده در استودیو جم. باشه هیچ چیزی نیست. آزادشون میکنن. نگران نباشید.
کجایین؟ منتظر شماییم. آره تو کلانتری هستیم. لطفاً زودتر بیاین. لطفاً عجله کنیم. آی زود باش پسرم، گوشی رو جواب بده. زود باش. کجا موندین؟ زود باشین، عجله کنین. نزدیکیم اسکندر خان. 10 دقیقه دیگه اونجاییم. عجله کنین. بابا از این به بعدش با ما اسکندر خان. هر کاری که کردین بهم خبر بده. حتما.
نترس. خب باشه، چیزی نیست. از من سراغ باباشو گرفت. چی گفتی؟ گفتم داره با داداش اسکندر صحبت میکنه. باور کرد. نه، تو رو جلوی در دیده. یه چیزایی گفتم و یه جوری پیچوندمش، ولی هوش و حواس منم سر جاش نیست. حالم دست خودم نیست. حتی نمیتونم یه بچه کوچیک رو گول بزنم. خیلی میترسم اسکندر. باشه چیچک، چیزی نیست. نترس، آروم باش. تو رو خدا. خب حلش کردم. باشه، بچه ها داخل رو تمیز کردن. اما تو هم هر وقت فرصت کردی، اگه میتونی نتونی هم درکت میکنم. برو یه چکی بکن، ببین ردی چیزی نمونده باشه. خب میخوای چی کار کنی؟ فراموش میکنم. به خاطر من. اصلا من نباید پامو اونجا میذاشتم. الان به خاطر من تو. چیچک، من باید تاوان پس میدادم. بعد از اون کاری که تو آتش سوزی با تو کردم، قبول دارم باید مجازات میشدم و تاوانشو پس میدادم. اسکندر، برو بخواب. تو هم مثل من باش، فراموشش کن. خداحافظ. اینو ببین، جوری نگاه میکنه که انگار من قاچاق کردم. هم مجرم هم طلبکار به این میگن. بفرما. لشکر وکلا اومدن. چی شد؟ چرا پسرمو نیاوردین؟ پلیه خانم کلی مدرک دارن، صداشو ضبط کردن. معلوم یه مدتیه که چلبی خان رو تحت نظر دارن. خب به خاطر دستگیر شدن عدنان خان و صداهای ضبط شده خیلی سخته بتونیم چلبی خانو از این وضعیت نجات بدیم. پس یه راه دیگه پیدا کنین و پسرمو بیارین بیرون. برای این کار زمان لازم داریم. اینو خودتونم میدونین. شما بیشتر از این اینجا منتظر نباشین. امشب نمیتونین ایشون رو ببینین. چی گفتن؟ فهمیدی؟ گفت چلبی کارش تموم. چی میخواد بگه؟ با پلیسا حرف زدی؟ حرف زدم. چون باشون همکاری کردم پرسیدن چیز دیگه ای میدونم یا نه. این کجا میره؟ وکیلا نتونستن کاری بکنن، رفت. خب ما بایستدیم چی کار؟ ما هم بریم. باشه پس بریم. باشه بریم. من برم خونه. گونش از چیزی خبر نداره، خوابیده. باشه پس همه با هم بریم. گونشو برداریم همه با هم بریم خونه. این کارو نکنیم. هولیام داره میره اونجا. درد سر درست نشه. من برم گونشو بردارم و بیام. میام. باشه؟ باشه. خب دیگه بریم. شما بریم. رویا بیا بریم. من پیش چیچکی میمونم. جمرم پیش خاله آیشه میمونه. من دیگه سربار کسی نمیشم. رویا تو سربار ما نیستی، بیا. باشه داداش، اینقدر اصرار نکن. هر کی هر جا میخواد همونجا بمونه. بریم دیگه بریم. همینطوره. به هر حال مهمون باید بره دیگه، مگه نه؟ میبینمت. همش میخوای لجبازی کنی؟ داداش من لجبازی میکنم؟ مشخصه کی داره لجبازی میکنه. من دارم لجبازی میکنم؟ باشه بریم. باشه بریم. لجبازی میکنی؟ من لجبازی میکنم؟ اسکندر،
بازم این دفعه کار کی؟ حالت خوبه؟ هیچ کس این دفعه هیچ کس کاری نکرده. اسکندر، اسکندر نمیخوای برام تعریف کنی؟ چیو؟ آرزومند یکی رو کشتم. چی داری میگی اسکندر؟ یعنی چی؟ مجبور بودم. یه دقیقه، کی بود؟ بلند. شوهر شیما. من میدونستم این عوضی برای ما درد سر میشه. چطوری شد؟ دعوا کردی؟ اسکندر تو رو خدا منو دیوونه نکن. میشه درست برام تعریف کنی؟ به چیچک حمله کرد. به خاطر اون؟ چیچک چی شده؟ حالت خوبه؟ این وقت شب اینا چی هن دیگه؟ دیوونه شدی؟ نه داشتم این اطراف رو جمع جور میکردم. این تیه هم اینجا جا گذاشته بودم. باشه بذار کمکت کنم. نه نمیخواد. دستتو کثیف نکن. واقعا خوبی؟ آره. خوش اومدین جمره خانم، بفرمایید. خیر باشه.
تنهایی؟ دوستای لات و لوتت نیومدن؟ نه، اونا نیومدن. من میخوام برم پیش اونا. پس چرا اینجایی؟ برای بردن بچه. بردن بچه‌ت؟ چطوری میخوای این کارو بکنی؟ اینطوری که میرم بالا، وسایلشو آماده میکنم، دستشو میگیرم و میرم. بچه‌ای که ازانتش بابا باشه رو میخوای از خونش ببری یه جای دیگه، آره؟ تو فکر میکنی این ممکنه جمره؟ نه، تو یه جاشو درست نگفتی. درستش میکنم. قرار بچه‌ای که باباش الان تو زندانه رو مادرش به یه جای امن ببره. هنوز هیچ حکمی صادر نشده که باباش مجرمه. در ضمن تمام مسئولیت گونش بر عهده چلبیه. وای جمره، ببین بازی تو خوب انجام دادی، اینو قبول دارم. یعنی برندم شدی، لااقل تا الان برنده شدی، اینو قبول میکنم. اما برای اینکه گونش رو از اینجا ببری باید بیشتر تلاش میکردی. واقعا؟ آره. در ضمن با وکیلا حرف زدم. اگه گونشو از این خونه ببری این تویی که ضرر میکنی جمره. خودت میدونی مگه نه؟ اون شکایت های تکراری، پرونده های حضانت، دزدیدن بچه، همه اینا توی سابقه تو یادداشت شده. نکن جمره. اگه تو بازم دلت میخواد به خودت ضربه بزنی جلو تو نمیگیرم. در ضمن اگه بخوای به همراه بچت منتظر شوهرت بمونی بازم جلو تو نمیگیرم. اما فقط تنها میتونی از این خونه بری بیرون جمره. داداش نوش جونتون. استدیو جم. شب همگی بخیر. به به بچه ها خوش اومدین. ممنون داداش. بفرمایید. ممنون داداش. براتون یه چیزی میارم. داداش اگه آشپزخونتون الان کار نمیکنه خودتو تو زحمت ننداز، هرچی مونده بیار. و عجله کن داداش. باشه الان. خب عمر خان گوش میدم، تعریف کنین. داداش بی خیال، ببین چه روز خوبی داشتیم، حالمونو نگیر. چلبی رو کردیم تو گونی. بی خیال بابا. نوش جونتون. بی خیال نمیشم. بیجا میکنی. چی شده داداش؟ موضوع چیه؟ چرا با رویا اینطوری میکنی؟ من کاری نمی کنم داداش، موضوعی هم نیست. ما جدا شدیم، تموم شد رفت. چون جدا شدیم کاری به کار هم نداریم. چه جدا شدنی پسر؟ چی داری میگی؟ عمر مزخرف نگو. بله جدا شدیم دیگه، حرف نزنیم لطفا. باشه دیگه نمیپرسم، بیا بزن. اصلا مگه در موردش حرف نزدیم؟ حتما زدیم. قبلا بهت نگفتم دیگه. احتمال نمیدم رویا حتی اینقدر منو دوست داشته باشه. دوست نداشته؟ معلومه که نداشته. اگه داشت نمیرفت پیشم میمود. چی بهت گفتم مثل توریست میاد، محله رو میگرده، کوچه خیابون، مغازه ها، بچه ها رو میبینه، بعد از یه مدت عادت میکنه، حوصلش سر میره. نگفتم حوصلش که سر بره میذاره میره این وسط، منم که آسیب میبینم. بفرما تحویل بگیر. خب اتفاق افتاد. بعدش هم چلبی و بازداشت کردن، البته با شریکش. چه خوب.
تو به من گوش نمیدی؟ نه بابا، گوشم با توه. میگم چلبی رو انداختیم زندان، اون وقت میگی خوبه؟ واکنشت همینه؟ رویا، من خیلی خستم. دیشبم نتونستم بخوابم. موضوع بلنده؟ چی؟ آخه گفتی داره سعی میکنه بچه رو بگیره. کاری کرده؟ نه، البته آره اونم هست، ولی تومریز خانم تو زندانه. اینم ذهنمو مشغول کرده. تا 2 روز دیگه درست میشه. چی درست میشه؟ خاله تومریز دادگاه داره، میدونی که میاد بیرون. نگران نباش. امیدوارم. اما تو یه چیزیت هست. رویا، من خیلی خستم. اگه چای تو خوردی بریم بخوابیم. من نمیخواستم بهت گیر بدم، اما نه بهم گیر ندادی، ولی من خیلی خستم. تو رو خدا بریم بخوابیم. باشه. دمت گرم. خب داداش، تو هیچ تقصیری نداری عمر. ها؟ مثلا تو رویا رو ناراحت نکردی؟ چرا؟ آره درسته. اما چون خودم بودم ناراحت شد. منظورت چیه؟ پسر منو نمیبینی؟ ها؟ حال روزمو نمیبینی؟ بی کس و کار تو کوچه خیابون واسه خودم بزرگ شدم. به زور دیپلم گرفتم. از مال دنیا فقط یه مغازه کوچیک دارم. به زور نون شب خودمو در میارم داداش. یاد گرفتم رو پا خودم وایستم. من تو این دنیا جز این که تونستم رو پا خودم وایستم چی کار کردم؟ ها؟ آخه عمر، مگه تو این زندگی بزرگتر از اینم چیزی داریم داداش. پول، چه میدونم، تحصیلات، دانشگاه، اینجور چیزا، سرمایه، ملک، خانواده داشتن. خودتو با کی مقایسه میکنی؟ مقایسه نمیکنم. به خدا مقایسه نمیکنم. به اینم فکر نمیکنم که ذهن رویا درگیر کس دیگه ای شده باشه. زندگی قانونایی داره. ما مناسب هم نیستیم داداش. هم پس کی مناسب توه؟ زینو؟ چه ربطی داره؟ آخه تا قبل از اینکه زینو بیاد از این حرفا نداشتیم عمر. به اون ربطی نداره. ببین منو. چیه؟ مطمئنی؟ آره. در ضمن دل اونم شکستم. باید باش حرف بزنم. مگه چی شد عمر؟ اون موقع نفهمیدم باز چی کار کنم. مگه چی کار کرده؟ درست حسابی تعریف کن، دارم دیوونه میشم. بهم نزدیک شد برادر. چه جوری؟ اون روز که با هم اینجا بودیم یادته؟ خب تو که رفتی زینب با دوستاش اینجا بود، یا اومد پیش من هی تعریف کرد، خورد. رفتیم محله، مست بود. جلو خونه بهش گفتم برو، تو نمیرفت. میگفتم برو، نمیرفت. گفت بیا حرف بزنیم. گفتم چی؟ بگو. یه دفعه پرید لبمو بوسید. همون لحظه رویا اومد. بدترین زمان ممکن. پسر، مگه این دختر تو رو ترک نکرد؟ الان از کجا پیدا شده؟ تو رو دید دوباره یاد عشقش افتاد؟ انگار اینطوری نبوده. انگار ترکم نکرده. داداش بگو چه خبره؟ ما که از هیچی خبر نداریم. چیزی نیست داداش. اگه چیزی نیست پس چرا میخوای باهاش حرف بزنی؟ معذرت بخوام. چه معذرت خواهی عمر؟ بعد از اون اتفاق چند بار اومد با هم حرف بزنه. سعی کرد یه چیزایی بهم بگه. منم نذاشتم حرف بزنه. چه میدونم، یکم باش بد رفتاری کردم. اگه الان باش حرف نزنم نمیتونم. بعداً نمیتونم قبول کنم. نمیخوام اینطوری بشه. خب نمیخوام اونم ناراحت بشه. نمیخوام.
چی شد؟ نرفتی؟ نخواستم گنش بیدار شه. صبح میرم. آها، البته صبح میری. تو دنبال ماجراجویی هستی. چه فکری کردی جمره؟ فکر کردی حالا که چلبی تو این شرایط اجازه میدم دخترشو ببری؟ آره البته صبح میتونی ببریش، اما لازم باشه شب با پلیس میام و خودم بچه رو ازت میگیرم. دلت میخواد بچت این اتفاقات رو دوباره تجربه کنه؟ بهتره به اینم فکر کنی. عمر میدونی مشکل تو چیه داداش؟ من خیلی مشکل دارم. کدومو میگی؟ بزرگترینشونو. چی هست؟ میریزی تو خودت. راستش هر وقت مشکلی دارم همه میگن عمر جون چته، تعریف کن، بگو ببینم چی شده. آخه چرا تعریف نمیکنی؟ 2 دقیقه مسخره بازی در نیار، دارم جدی میگم. حرف من جدی نبود. عمر تو سالها اینجا در مورد زینو حرف نزدی؟ که چی؟ داداش دختر اومده، نمیخوای بری بهش بگی؟ نمیخوای اما همین کارو با رویا میکنی. چی کار میکنم؟ چی میگی؟ سکوت میکنی، حرف نمیزنی، میریزی تو خودت. چی میخوای عمر؟ میخوای باز چند سال بعد بیایم اینجا و این دفعه 10 سالم در مورد رویا حرف بزنیم ها؟ شکایتی داری؟ لازم باشه 10 سال حرفای منو گوش میکنی. چیه؟ پسر من هر کاری میکنم، اصلا تو بگو 20 سال برادری همینه. بیا بزن داداش. پاشو بریم خونه من. رویام که دیگه نیست. نرو پیش اوزون، ولش کن. هی الو، با کیم؟ با تو؟ اما چی شد؟ داری به جمره فکر میکنی؟ برام پیام فرستاده. چی میگه؟ امشبم قراره تو اون خونه بمونه. باشه داداش، تو انقدر بهش فکر نکن، استرس نداشته باش. چلبی که دیگه خونه نیست، احتمالاً گفته بذار صبح بشه برم. همینطوره، راست میگی. همینه داداش، دیگه چی میخواد باشه؟ استرس نداشته باش. جمره هم صبح میاد دیگه. بابا یکم لبخند بزن دیگه. امروز چلبیو کردیم تو گونی. گونی؟ آره دیگه. بگو. کردیمش تو گونی. خیلی قشنگ میگی داداش. بیا دیگه نداریم، تشه بزن. پاشو بریم دیگه، پاشو بریم برادر. داداش احمد بریم بچه ها. آره داداش، حساب ما رو بیا. به زور پا شد. اینو ببین.
اما تو هر وقت فرصت کردی یه چکی بکن. ببین ردی چیزی نبوده باشه. خب